امام احمد حنبل مهمان می شود. ما همین 4 امام مشهوری داریم که الحمدلله همه عالم اسلام مسلمان ها در زیر این 4 مذهب می روند. خب یکی مذهب ابو حنیفه، یکی مذهب امام مالک، یکی مذهب امام شافعی، یکی امام احمد حنبل. ولی از همه در روی عالم پیروای مذهب امام ابو حنیفه زیاده. ولی دیروز یک کس ای روسیه گپ سری مذهب میرفت، گپ درباره مذهب گپ میزدیم. اون بچه ها گفت که در روسیه مذهب ابو حنیفه را اتیس مذهب میگن. این اتای مذهب بوده. مذهب خودمونه همو مردمی بگیم که تترها باشه و مردمی مسلمانی روس. این پدری مذهب ها میگفته. خیلی حقیقتا سزاوار هم هست. زیر امروز در دنیا ای همه در پیروای زیاد همین ابو حنیفه داره. نسبت به این 3 مذهب دیگر ابو حنیفه را مذهبش آدمش بی حد زیاده. حتی یک جهل جاهلی و بیسوادی مردم تاجیک ما هایی که ما در همون سفرهایی که بیدیم این قاری هم قدیم بود. مردم اکو رنگی در خودشون همه بیرونشیدن این مذهب یک کلتور میشمارن. گویا یک پیشروی کسان که ای مذهب ابو حنیفه بیرون میشوند. بعد مذهبایی که را قبول میکنن این مذهبایی که نزاعی هستند، جنجال میدوزند، مذهبایی که مقصد گوییم که ای فتنه و ای اختلاف خالی نیست. و ایلا مثال شما بینید که جناب همین امام طحاوی را، ولی عقیده امام طحاوی را ما در خارج میخوندیم. اونیورسیتی بگیم انا اونیورسیتی که ما میخوندیم بین المللی بود. بین المللی بود. همین خیلی اونیورسیت در دنیا 3 تا، یکی در مصر، یکی در اندونزیا. انا که همین اونیورسیت که تمامی استادهاش بگیم ای روی دنیای عرب میاین درس میگن، همین عقیده امام طحاوی را درس میگن. اینا ما در تاجیکستان متن مولا جلال خوندیم، عقیده نصفی خوندیم، خب این فقه اکبر ابو حنیفه را خوندیم، همین ها را خوندیم. ولی عقیده امام طحاوی وقت شده در تاجیکستان ما درسی نبود. و همین جناب امام طحاوی شما بینید که در عربستان همین را میخونند. در تمام دولت هایی که بگیم مسلمان هایی که اکثرا تشکیل میکنند عقیده امام طحاوی را. همین امام طحاوی در ابتدا خود شافعی بود، شافعی مذهب بود. بعدی که از استدلال و اجتهادهای ابو حنیفه تجدیدی نظر کرد، بگیم یک کتابخانه ابو حنیفه در آمد، بعد یو ابو حنیفه را قبول کرد، مذهبش عوض کرد. یک شخصیتی که عقیده‌اش روی عالم میخواند در مذهب ابو حنیفه. امروز یک برادری که برشور میخواند، برشور یا که بگویی تا صحیح بخاری میخواند، صحیح مسلم میخواند، تفسیر میخواند، نه، او آدمایی که در داخل این علمن اونا ابو حنیفه را استاد خودشون میشمارند. همین هایش که بیچاره امروز این اینترنت همین یک با اصطلاحات خودشون شیخا را یا که همون نفرهایی که نمیدانم چی نامشون میبرند همونها را که گوش میکنن خیالشون که علم در همینا های تمام، علم خیالشون در همینه. برای همین برادر عزیز انا بسیاری بچه های ما سادگی میکنن،
جاهلی میکنن، به علمی میکنن، مذهب ابو حنیفه را ترک میکنن و بگیم که بعد چی میگن؟ میگن که خیلی عقیده همون نزاعی ها، عقیده همون بنام سلفی ها همینه که کسی اگر تقلیدی به مذهب داره او گمراهه. یعنی ما تو وقتی که پیروی مذهب میکنیم ما تو گمراهیم. یعنی ما گویا انتخاب ما انتخاب نادرسته. تصور کن امام طحاوی که عقیده‌اش روی عالم میخونه او گمراهه. میفهمین؟ این خیلی رنگی امام طحاوی ما صدها مجتهدها و صدها عالم‌های داریم که 20-30 جلد کتاب نویسندگان همه پیروای مذهب حنفیان با اعتقاد این بیچاره ها بگیم اینا همه گمراهن. برای همین برادرای عزیز و گرامی در نسبت مذهب همین جان فدا باشیده. مذهب از مذهب یگان وجه برادرای عزیز دور نرید. انشاءالله این ترتیب درسته که این دلیل و حجته که در مذهب خود مانه، در مذهب خود مانه در یگان بگیم اونهایی که مثال دعوا بکنن این تقاعد مذهب خود ما با خوبیش در چیه که مسئله که از آیت از حدیث های و در این مذهب تقوا و آداب در مد اول میسته، در مد اول میسته. خود همین رهبر مذهب به خدا قسم اگر انسانی که تاریخش بخونه دیگه ای جانش دارم دوستش میداره، ای جانش دارم دوستش میداره. ما به همون بچه‌ها و به همون برادرایی که هستن مراجعت ما هم همینه که ساده نشید، بفهمی نکنید. دلالت هر یک آدمی که ترا ای مذهب بخواه بیرون کنه تو بدون که این آدم در حقیقت نیکی نمیخواه، این آدم دوستی تو نیست. بعد چی میگه؟ نه ما در مذهب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. این گپ هبی ما در مذهب پیامبریم. در دوره پیامبر مذهب نبود کو در قبر مذهب میپرسند. انا همین ها برادرای عزیز، انا همین بگیم سخن ها برای چی من یارا نزاعی میگم، برای چی اینا اختلاف میاندازن؟ انا به همین سخن هاشون بچه‌های بی علمی ما را، بچه‌های ساده ما را بیراه میکنن، گمراه میکنن. انا همین لحاظ برادرای عزیز احتیاط کنید که